با سلام دوستان عزیزم، الگوی شلوارمون کامل شد. حالا میخوام جیب شلوار رو براتون توضیح بدم که شلوارمون چطور یه دونه جیب داشته باشه و کیسه جیب رو چجوری اینجا طراحی بکنم. این الگو به روش متریکه، الگوی بسیار مناسبیه. شما اگر از ویدیوهای قبلمون رو دیده باشید خیلی راحت میتونید الگوی شلوار رو بکشید و اصلا دیگه احتیاجی به خرید شلوار نخواهید داشت. انشالله در ویدیوهای بعدی طرز برش و دوخت شلوار رو هم بهتون میگم. خب اینجا من الگوی شلوار رو دارم. این همون خط اتوی شلوار بود، خط وسط شلوار بود و من حالا میخوام جیب رو اینجا طراحی کنم که از پهلوی شلوار، اینجا پهلوه، این جای زیپم بود. اگه ویدیوها رو نگاه کنید همه اینا کاملا واضح توضیح داده شده. توی خط کمر شلوارم حدود 5 سانتی متر میام داخل، علامت میزنم 5 سانتی متر میام داخل و از گوشه دوباره 12 سانتی متر میام پایین. علامتی که زدم پس اینجا شد 12 سانتی متر، 12 و اینم میشه 5 سانتی متر داخل شدم، 12 سانتی متر اومدم پایین و این خط رو به صورت هلال وصل میکنیم که بشه دهانه جیب. خب بعد از اینکه هلالم رو ترسیم کردم حالا میخوام کیسه جیب رو ترسیم کنم. برای کیسه جیب ما معمولا اندازه دستمون رو باید بیایم پایین دیگه، یعنی دستمون رو اگر داخل جیب بکنیم دستمون باید کامل تا مثلا قسمت مچ بره داخل، درسته؟ خب پس برای اینکه اونو طراحی بکنم از اینجا حدود 4 یا 5 سانتی متر داخل میشم برای کیسه جیب و از اینجا حدود مثلا 20 سانت 18 سانت میام پایین، از این قسمت 20 تا 18 میام پایین و یک کیسه اینجا طراحی میکنم. کیسه هم میتونه مثلا تو این ابعاد باشه. حالا این کیسه ای که اینجا طراحی کردم و باید کپی بگیرم و از الگوم جدا کنم. این قسمت توی شلوار فقط تنها قسمتی که قیچی میشه تو الگو اینجاست، ولی این قسمت باید کپی گرفته بشه که من الان اینو میبرم بهتون نشون میدم. خب من دور تا دور الگومو قیچی میکنم. این قسمت پهلوی شلوارمه و به این قسمت که رسیدم فعلا میگم الان کی این قسمت رو جدا کنید، چون باید این قسمت خالی بشه. اول دور تا دور الگوتون رو جدا کنید مثل من. بعد از اینکه جدا کردیم میایم این قسمت رو خالی میکنیم. خب الان نگاه کنید اینجا قسمت فاقش بود که من این قسمت رو قیچی کردم. این قسمت جیبه که اینجا باید دورریز شه. قبل از اینکه دورریزش کنم یه کپی از کل این برمیدارم. کپی که برمیدارم به چه شکل باید باشه؟ باید مثلا یه کاغذ بیارید بذارید زیر همین قسمت، خب یه کاربن بذارید و اینو کپی بکنید، یا اینکه مثلا کاغذ پوستی استفاده کنید که خیلی نازکه میتونید روش بذارید و اونو ببینید و کپی کنید. خب من برای کپی کردن این قسمت ها رو علامتش رو میذارم. بعد که علامتاشون رو گذاشتم این نقطه ها رو به هم وصل میکنم. قسمت بیرونش به این شکل کپی میکنم. قسمت داخلش هم میتونید با رولت این قسمت رو کپی کنید. رولت یه وسیله واسه خیاطی که میتونید استفاده کنید. ببینید به این شکل. مثلا من اینو باز میارم به این وصل میکنم و اینو کیسه جیبم اینجا طراحی میکنم. خب همونطور که میبینید من اینو کپی کردم و دقیقا مثل همینو الان دارم. پس این یک بار اینجوری کپی میشه. بعد از اینکه کپی کردین حالا اینو میتونید قیچی کنید از شلوارتون که باید دور ریز بشه و اینو از اینجا من برش میدارم و دور ریزش میکنم. پس دیگه من احتیاجی به این ندارم و دور ریزه. اینو روی پارچه باید قرار بدم. اینم شد کیسه، یک سمت کیسه. حالا سمت بعدی کیسه رو باز کپی میکنم و برمیدارم. خب این بار واسه کپی کردن اینو که کپی کردیم حالا اینو میخوایم کپی کنیم. برای کپی کردن میذارم روی کاغذ
این قسمت ها رو علامت میزنم و هلالش رو میکشم. هلالش رو کشیدم، علامتاش رو زدم، بعد برش میدارم. دوباره اون قسمت رو میکشم به این شکل و اینو درش میارم. خب الان نگاه کنید، این کیسه هم کپی شد. پس من یه دونه کپی به این شکل دارم که این میاد در واقع زیر این قرار میگیره و دوباره یه کپی دیگه هم از خود این دارم که اینه، این میره زیر این و دوباره اینو دارم که میاد زیر این. بعد این به این شکل میشه کیسه جیب من، به این شکل 1 2 و 3. اینو باید الگوشو داشته باشید که شلوارتون رو با جیب برش بزنید. به این شکل میتونید برای شلوارتون جیب در نظر بگیرید. مرسی.